با درود با یکایک شما بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید و من شالوی گلخوجی هستم در خدمتتان عزیزان. موضوع امروز 27 فوریه از این قرارند: عربستان از بیم سرایت کرونا ویروس آمدن زایران را به مکه و مدینه منع کرد. 10 زایران توجیک در دبی درماندند. اگر اجازت شد آنها با سفر عمره سفربر میشوند، در عکس حال آنها از جانب شرکت به وطن باز آورده میشوند. از 6 تا 22 سال زندان دادگاه شهر دوشنبه حکم مسئولان اینوستلوتو را اعلان کرد. محکوم شده ها راضی نیستند. و به باور مقامات لیوکند با بنیاد نسخه صنعی مناره ایفل این شهر در جنوب تاجیکستان پاریژ می شود. و ما همین کوشش کرده استودیم که همین شهر زیبای لیوکند و پاریژ تبدیل ده. صبح امروز در آشیانه 11 بینای مجمع شرق آزاد معروف به گژک سوختور سر زد. در این آشیانه اتاقهای کاری نشریه‌های تاجیکستان و اویلا جایگیر می‌باشند. برای خاموش کردن علنگه بیش از 10 ماشین سوختور خاموشکنی سفربر شدند. آتش به 3 حجره کاری ضرر رسانده، کسی خوشبختانه آسیب ندیده است. طبق فرضیه پیشکی سوختور از اسباب گرمی دهنده سر زده است. مقامات تاکنون به طور رسمی حادثه را توضیح ندادند. بینای شرق آزاد کارگاه اکثر رسانه‌های تاجیکستان تا به دستگاه ریاستی جمهوری می باشد. روز 26 فوریه عربستان سعودی موقتا ورود افراد به این کشور را برای ادای حج عمره و زیارت مسجد پیامبر منع کرد. این اقدام به خاطر جلوگیری از ویروس نوی چینی گرفته شده است. کشور عربستان سعودی همه ساله میزبان میلیون ها مسلمان است که برای ادای مراسم حج و عمره به آنجا سفر میکنند. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی گفت که اقدام موقتی می باشد، ولی معلومات نداد که تا کی آن ادامه خواهد داشت. ورود شهروندان کشورهای سرایت یافته با کرونا ویروس به عربستان سعودی محدود شده است. از تاجیکستان نیز هر سال هزارها نفر به زیارت جایهای مقدس سفر میکنند. برای یوسفی وزیرانگیز نوروشو میگویند تصمیم عربستان سعودی در حال صدا میدهد که 10 زایران توجیک در راه به سوی مکه و مدینه بودند. حدود 50 زایری تاجیک که سفر حج عمره به شهرهای مکه و مدینه را داشتند در شهر دبی بند ماندند. عربستان سعودی روز چهارشنبه 26 فوریه به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس به طور موقتی ورود افراد به این کشور را برای ادای حج عمره و زیارت مسجد پیامبر منع کرد. آنها عین حال در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارند و انتظار اشاره یا تصمیم بعدی کشور میزبان یعنی شایگری عربستان سعودی هستیم. اگر اجازت شد آنها با سفر عمره سفربر میشوند، در عکس حال آنها از جانب شرکت به وطن باز آورده میشوند. در همین حال کمیته دین عنعنه و جشن و مراسم ها 2 شرکت سیاحی را که مسئول سفر به حج عمره هستند آگاه کرده است که در پی تصمیم کشور شایگری عربستان سعودی فرستادن زایران را به این کشور قطع کنند. این دستور یا این محدودیت به کشور ما نیز متعلق است و من بعد شرکت های سیاحی رسول ساختمان و آرمان موقتا از سفر برنامه‌ای شهروندان تاجیکستان به خاطر ادای زیارت عمره خودداری خواهند ورزید. اما در شرکت‌های سیاحی هنوز تصمیم نگرفتند که در برابر اقدامات شایگری عربستان سعودی از چه تدابیر کار بگیرند. در تاجیکستان 2 شرکت آرمان و رسول ساختمان اجازه بردن زایران به حج عمره را دارند، ولی بعد از تصمیم اخیر کشور عربستان سعودی برای منع ورود زایران به حدود این کشور معلوم نیست که سرنوشت مشتریان این شرکت‌ها چی می‌شود. به ویژه آنهایی که الکی رخصت گرفتند اکنون چیکار می‌کنند؟ مبلغ‌های آنها برگردانیده می شود و یا دریافت اجازه ورود به کشور عربستان سعودی را انتظار می شوند. این 2 شرکت ها در این باره هیچ شرح نمی دهند. سال گذشته 2019 حدود 3200 نفر ساکنان تاجیکستان به شهرهای مقدس مکه و مدینه سفر داشته ادای مناسک عمره کردند. سال جاری ادای حج فرضی به ماه ایول راست می آید و هنوز معلوم نیست که با گسترش سرایت شوی با کرونا ویروس در جهان سرنوشت مراسم حج و آنهایی که انتظار این سنه بودند چی خواهد شد.
در ادامه موضوع آمارهای اخیر نشون می‌دهند که شماره گرفتار شدگان به ویروس نو در تمام جهان از 81,000 نفر بیشتر شده است و زیاده از 2700 تن جان باختند. این ویروس سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد و از آن وقت تا به حال در حدود 40 کشور دنیا پنهان گشته است. امروز دادگاه شهر دوشنبه بعد بررسی چند ماهه به قضیه پرسر و صدای مسئولان بازی اینوست لوتو نقطه گذاشت. در کرسی عیبداری 10 نفر نشسته بودند که در بینشان یک شهروند خارجی نیز هست. با حکم دادگاه همه آنها سالهای طولانی را در زندان می‌گذرانند. محکوم شدگان و ادوکات‌های آنها از حکم راضی نیستند و میگویند بازی بینگو شفاف بوده، در برابر باخت میزوجان بردها نیز داشتند. دادگاه شهر دوشنبه رهبر شرکت اینوست لوتو و همراهانش را از 6 تا 22 سال زندانی کرد. متهمان به گفته خودشان بازی شفاف داشتند، اما به قول مقامات آنها به تشکیل قمارخانه و قلابی گناهکارند. در واکنش به حکم دادگاه بعضی از محکوم شده ها در تالار مرافعه اعتراض کردند و حکم را سنگین خواندند. وکیلان مدافع محکوم شده ها گفتند که از حکم راضی نیستند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه مراجعت خواهند کرد. ولی حکم پیشنهاد کردیم، درخواست کردیم تشخیص سودی طلب کردیم کامپیوتری. قانون نشد، خیلی ما ناراضگی ما اکنون سود عالی برمی‌رسیم. بر اساس حکم دادگاه محیدین نظروف رئیس اینوست لوتو به 19 سال و 2 همکارش فرامرز نجاتوف و مکسیم پاپوویچ برای 22 سالی زندانی شدند. دادگاه به کارمندان دیگر اینوست لوتو از 6 تا 19 سالی حکم زندان صادر نمود. مسئولان اینوست لوتو 2 سال پیش در دوشنبه بازی بردناک لاتری معروف به بینگو 37 را تشکیل نموده بودند. میان افراد متهم 2 شهروند خارجی، یکی از چرنگاریا و دومی از سربیا نیز هستند. شهروند سربیا همراه با 2 کارمند اینوست لوتو در کافتوکاب جنایی هستند. در تاجیکستان طبق قانون تشکیل قمارخانه منع است، ولی بازی‌های لاتو که آن را ورزشی مینامند زیادند. در گذشته مقامات در 10 مرکز لاتو و بوکمیکری را برای قانون شکنی بسته بودند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان 3 روز دیگر باقی مانده است، اما برخی از ساکنان واسه سردرگمند. آنها میگویند در انتخابات قبلی نامزدها حداقل خود را به مردم شناس میکردند و وعده میدادند، اما این دفعه نه نامزدی را دیدند و نه برنامه پیش از انتخاباتیش را. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش آماده کرد و آن را مومن احمدی تقدیم میکند. عبادالله عبداللهیفی 25 ساله تصمیم گرفته است به انتخابات نرود. عبادالله که دارای معلومات عالی است 3 سال پیش بعدی یک جراحی از ستون مهرم معیوب شده بود. میگوید دوام 5 سال وکیل انتخاب کردهش باره به سراغشان نآمده است. عبادالله عبداللهیف با 3 فرزندش همراه برادران در یک خانه زندگی میکنند. میگوید درخواست‌های به تکرارش برای گرفتن قطعه زمین بی نتیجه ماندند. کاری که او را از انتخابات دل سرد کرده است. مقصد نیست یگونی نمودی یوردان با ما اینمو معیوبیم. ما نمیخوام که در انتخابات اشتراک کنم، برای که او آدمی را که باید ما انتخاب کنیم او به خلق کمک کنه، دستگیری کنم. عبادالله عبداللهیف ترغیبات این نامزدها را از شبکه‌های اجتماعی می‌بیند، اما نمی‌داند از ناحیه آنها همچون وکیل آینده به مجلس نمایندگان کی پیشبری شده است. به فرق از عبادالله، سنگیمت غایبوف ساکن دیگری این ده میلی به انتخابات رفتن را دارد، ولی میگوید تا حال نامزدها را در ده معرفی نکردند و درباره آنها چیزی نمیداند. موضوع این روزهای با شمار موندگی برای انتخابات همچون شهروند تاجیکستان باید که آغاز خطر تید. میگه تا امروز ما یگان نامزدی موندگی دپوتات را دیدگی نیستیم، نمیشناسیم شما. سنگیمت غایبوف میگوید در انتخابات‌های گذشته اشتراک کرده است، ولی بار یک نامزد یا نماینده خلق را در دهه‌شان مشاهده نکرده است. در گذشته برخی وکیلان پیش از انتخابات در محل‌های خود یا آبادی می‌کردند یا وعده آن را می‌دادند. اجرا نکردن وعده‌ها در گذشته باعث ناراضگی انتخاب کنندگان شده بود. انتخابات پارلمانی 1 مارس برگزار می‌شود.
حالا از ناحیه واسع دو حزب نامزدهای خود را به کرسی مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند. بینندگان عزیز، با استفاده از فرصت از همه شما دعوت میکنیم که روزهای 1 و 2 مارس در ویژه برنامه‌های رادیو آزادی با ما بپیوندید. در این برنامه‌های خبری که در پخش مستقیم پیشنهاد شما عزیزان میگردد، جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان پیگیری و تحلیل می شود. همچنین ما از شهرهای روسیه، مکان کار و زندگی اکثر مهاجران تاجیک صحبت و گزارش خواهیم داشت. شما نیز می توانید با فرستادن عکس و نوار از لحظه های انتخابات در تهیه این برنامه ها سهم بگیرید. برنامه خبری رادیو آزادی رو ادامه میدیم. در ولایت ختلون باز یک مناره ایفل میسازند. این دفعه در لیوکان. برای بنیاد این مناره به قول مقامات 10,000 سومانی از کیسه صاحبکاران خرج شده است. مبلغی که به گفته ساکنان لیوکان می توانست بعضی از مشکلات مردم را حل کند. چرا مقامات در جنوب تاجیکستان به بنیاد نسخه مناره معروف پایتخت فرانسه اشتیاق دارند؟ در گزارش آرزوی کریم و شادمانی یتیم می‌بینیم. این طرح آهنین باید شبیه مناره ایفل شود. مقامات لیوکان باور دارند با ساختن این مناره شهر شبیه پاریژ می شود. شهر لیوکان پیشتر قایم نبوده، مالکی پاریژ میگن خیلی است و ما همین کوشش کرده استودیم که همین شهر زیبای لیوکان و پاریژ تبدیل مناره 30 متر بلند و 10 متر وسیع می شود. 200,000 سومانی یا 20,000 دلار خرج آن را صاحبکاران پرداخت کردند. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساختند شکنند. کارش از زمین سال سر شدگی نصیب و چه چاره بینی تا جشن 30 سالگی باید به انجام برسانیم به استفاده کنیم. با یک مناره آهنین مانند کردن لیوکان به پاریژ ساکنان را در تعجب آورده است. آنها میگویند برخی از محله ها از آب پاک آشامیدنی و راه تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل دیگر چیز بسازند. به جای این فکر میکنم که یک چیز تاریخی ساخته شود. این باز هم برای رشد سیاحی و بازگوی مملکت خیش باشد. فکر میکنم بهتر و خوبتر است. سپتامبر سال گذشته شهر کلاب هم صاحب ایفل شد. بنیاد گوشه پاریژ در اینجا با خرج 4 میلیون دلار واکنش مختلف را به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند، قسم دیگر خرج زیادتی نامیدند که می توانستند با این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیزی محتشم عنعنه است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بیشتر ناحیه ها ساخته شد. یکی از دیگر با بلندی و بزرگی فرق میکنند. حالا معلوم نیست که هر ناحیه ایفل خود را خواهد داشت یا لیوکان آخرین مکان ساختمان آن می شود. و نمایندگان مخالفین توجیک در خارج میگویند افسریا تصمیم گرفته است که پناهجوی توجیک حزب‌الله شوالیزاده 29 ساله را به کشور باز پس فرستد. مخالفان از آن نگرانند که در صورت استرداد شدن این پناهجو در تاجیکستان با شکنجه و بدرفتاری دچار خواهد شد و از مقامات افسریا خواستند تصمیم خود را بازنگری کنند. انتظار می رود حزب‌الله شوالیزاده را روز 4 مارس از افسریا به دوشنبه بفرستند. تفصیلات این خبر رو شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. این خبری آخری برنامه امروز بود. سپاس از یکایک شما که 15 دقیقه ما رو همراهی کردید و تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما میتوانید طوری هم گفتم خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من صبح فردا همه شما رو در نوید بامدادی منتظرم. خدا نگهدار.